سلام رفقا، امروز اومدیم خلاصه فیلم ترسناک و هیجان انگیز پیچ اشتباه یک رو براتون تعریف کنیم. یه سفر به دل جنگل، اما نه از اونایی که آخرش خوش میگذره. پس ویدیو رو لایک کنید و کانال رو ساب کنید. بزن بریم. فیلم از جا شروع میشه که دو نفر در ویرجینای غربی در حال صخره‌نوردی هستن. یکیشون که میره بالا یهو از بالا پرت میشه سمت پایین. نفر دوم که خیلی وحشت کرده متوجه یه موجود توی جنگل بین درختا میشه. میخواد فرار کنه ولی موفق نمیشه. ما اینجا نفهمیدیم قاتل کیه، ولی میدونیم یه چیز خطرناک داخل جنگل کمین کرده. چند وقت بعد کریس که یه دکتر جوانه میخواد برای مصاحبه به یه شهر دیگه ای بره. اون بین راه متوجه یه ترافیک سنگین میشه، میره جلو سوال میپرسه و بهش میگن که این ترافیک فعلا هست و امکان عبور ازش نیست. کریس که خیلی عجله داره سعی میکنه از یه میانبر دیگه بره. اون بین راه به دو تا راه مختلف برخورد میکنه، از بین دو راهی شانسی یکیشونو انتخاب میکنه. کریس وقتی در ادامه حواسش به جاده نیست متاسفانه تصادف میکنه. کریس وقتی پیاده میشه متوجه میشه ماشین اونا پنچر شده و مجبور شدن وسط جاده بذارن بمونه. کریس با 5 نفر آشنا میشه: اسکات، کارلی، جسی، فرانسیس و ایوان. کریس پیشنهاد میده که خودشون برن دنبال کمک بگردن چون گوشیاشون آنتن نمیده. پس فرانسیس و ایوان کنار ماشینا میمونن و اونا 4 نفری به دنبال کمک میرن. بعد از طی راه طولانی اونا موفق میشن یه کلبه رو پیدا کنن، ولی متوجه میشن کسی داخلش نیست. خودشون میخوان دنبال یه تلفن بگردن تا باهاش بتونن درخواست کمک کنن. وقتی وارد کلبه میشن متوجه میشن اصلا اینجا محیط زندگی یک انسان نیست، همه چی عجیب و غریبه. کریس با آشپزخونه میره و در یخچالو باز میکنه. با تمام اعضای بدن یک انسان مواجه میشه. اونا کلی ترسیدن و میخوان از اون کلبه فرار کنن، ولی دیگه دیره چون آدمخوارا اومدن. اونا میخوان از در پشتی فرار کنن ولی خب باز نمیشه. کریس و جسی 2 نفره میرن زیر تخت و قایم میشن. وقتی آدمخوارا میان داخل اونا با جسد فرانسیس روبرو میشن و کلی وحشت میکنن و در ادامه جلوی چشاشون شاهد تیکه تیکه شدن دوستاشون هستن. وقتی آدمخوارا خوابیدن همشون فرصت و مناسب میدونن که از کلبه سریعا بزنن بیرون، ولی در آخرین لحظه یکی از آدمخوارا متوجه حضور اونا میشه. اونا سریعا میدونن و فرار میکنن و از بین جنگل به یک محیطی میرسن. محیطی که پر از ماشینای عجیب غریبه، ماشینایی که صاحباشون توسط همین آدمخوارا کشته شدن. اونا کلی وحشت میکنن و کریس متوجه میشه که آدمخوارا دارن میان سمتشون. وقتی آدمخوارا میرسن انگار اونا از قبل میدونستن که قراره کریس و دوستاش بیان اینجا. کریس و اسکات یه نقشه میچینن که بتونن فرار کنن. کریس سریعا میدوه و با داد و بیداد حواس آدمخوارا رو به خودش جلب میکنه، ولی متاسفانه یه تیر به پاش میخوره. از این طرف اسکات سریعا شروع میکنه به دویدن تا آدمخوارا سمت کریس نرن. جسی و کارلی هم میرن کریس رو سریعا بر میدارن و به سمت ماشین میرن. اونا حالا میخوان اسکات رو پیدا کنن. اسکات رو میبینن و میخوان برن سمتش. اسکات فقط چند قدم با ماشین فاصله داره. بچه ها صداش میکنن ولی یهو اسکات متوقف میشه و متوجه میشن که اسکات تیر خورده. حالا اونا چاره‌ای ندارن که بدون اسکات به راهشون ادامه بدن. وقتی یکم جلوتر میرن متوجه میشن که راه بسته است و از این بیشتر نمیتونن با ماشین جلو برن و مجبور میشن ادامه راهو پیاده برن. بین راه متوجه میشن که یه برج دیدبانی وسط جنگل هست. اونا از برج دیدبانی بالا میرن و میخوان جاده رو پیدا کنن، ولی متوجه میشن اصلا جاده این ورا نیست. اونا کل برج رو زیر و رو میکنن تا یه چیز به درد بخور پیدا کنن. کریس متوجه میشه که آدمخوارا بهشون نزدیک شدن. آدمخوارا که متوجه حضور کریس و دوستاش شدن سریعا میخوان از برج بالا بیان و کریس همه وسایل رو دم برج میذاره، ولی متوجه میشه که اونا بالا نمیان بلکه قصد دارن برج رو آتیش بزنن. حالا کریس و دوستا چاره‌ای ندارن که خودشونو پرت کنن پایین. کریس نقشه میچینه که ما خودمونو پرت میکنیم و از شاخه ها آویزون میشیم، اینطوری صدمه کمتری بهمون وارد میشه.
کریس اول خودش میپره و در ادامه کارلی و جسی هم میپرن و بهشون آسیبی وارد نمیشه، ولی از این طرف یه آدمخوار داره از درخت میاد بالا. کارلی که از همه پشت مونده یهو متوجه میشه که آدمخوار پشت سرشه و آدمخوار به وحشتناکترین شکل ممکن کارلی رو میکشه. جسی و کریس دارن به راهشون ادامه میدن که کریس قصد داره با یه نقش آدمخوار رو از درخت پرت کنه پایین. کریس شاخه رو میگیره و جسی با داد و بیداد آدمخوار رو به سمت خودش میکشونه. کریس شاخه رو ول میکنه، آدمخوار به پایین پرت میشه. اونا موفق میشه از جنگل فرار کنن و شب و در یه جا با هم دیگه بگذرونن و منتظر بشن که صبح بشه. وقتی صبح میشه کریس و چس شروع میکنن به ادامه راهشون. در بین راه آدمخوارا باز بهشون حمله میکنن و اونا کریس رو هول میدن و جسی رو هم با خودشون میبرن. کریس سریع متوجه ماشین پلیس میشه، سریع میره پایین و جلوی اونو میگیره. وقتی پلیس میاد پایین کریس میخواد قضیه رو براش توضیح بده که پلیس رو آدمخوار با تیر میزنه و کشته میشه. کریس سریع میره زیر ماشین و آدمخوار هم میاد پایین. آدمخواره وقتی زیر ماشین رو میخواد نگاه کنه متوجه میشه کریس اونجا نیست و کریس سریعا خودش رو رسونده به بوته های کنار ماشین. وقتی آدمخوار جنازه پلیس رو میندازه داخل ماشین و میخواد بره، کریس سریع میره زیر ماشین و خودش رو آویزون میکنه تا برسه به کلبه آدمخوارا. وقتی آدمخوار میره سمت کلبه، کریس هم سریعا از زیر ماشین میاد اینور. آدمخواری که سعی داره جسی رو بکشه یهو متوجه میشه که جلوی در خونه آتیش گرفته. میره جلوی در و کریس با ماشین میاد داخل خونه. کریس سریعا پیاده میشه و با آدمخوار دومی درگیر میشه و بعد از زد و خورد طولانی کریس موفق میشه که اونو بکشه. کریس سریعا میره سراغ جسی تا بتونه دست و پاهاشو باز کنه، ولی از پشت دوباره آدمخواره به کریس حمله میکنه. این بار آدمخواره میخواد کریسو بکشه. وقتی آدمخواره با کریس سرگیره، جسی دستشو باز میکنه از پشت به آدمخواره یه تیر میزنه و موفق میشه که آدمخواره رو بکشه. حالا آدمخوار سومی به جسی و کریس حمله میکنه. کریس با زنجیر گلوی آدمخوار سومی رو میگیره و جسی سریعا یه تبر داخل سینه آدمخوار سومی میکنه و اونو هم موفق میشن که بکشن. یکم بعد جسی و کریس متوجه میشن که آدمخوارا دوباره دارن بلند میشن. کریس تفنگو برمیداره ولی فقط یه دونه تیر داره. کریس با جسی میره بیرون و اون یه دونه تیر رو شلیک میکنه به بطری بنزین پشت ماشین و کل کلبه رو منفجر میکنه. کریس و جسی بالاخره موفق میشن که از این جهنم جون سالم به در ببرن. و در آخر اگه بخواین جمع‌بندی داشته باشین، فیلم پیچ اشتباهی یه فیلم ترسناک کلاسیکه که با داشتن یه فضای جنگلی بسته آدم رو توی خودش حبس میکنه. پس اگه به سبک بقا و ترس علاقه داری، به نظرم این فیلم رو باید حتما ببینی. اگه خوشتون من لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا خلاصه بعدی مراقب جایی که میپیچین باشین. ممکنه اون پیچ آخرین پیچ زندگیتون باشه.